سلام، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. همونطور که امروز خبراش به دستمون رسید، قراره ربات همستر کمبت فردا 23 خرداد ساعت 1 ظهر به وقت ایران توی صرافی کوکوین لیست بشه و از فردا خیلی راحت میتونید این سکه‌هایی که توی بازی جمع کردید، حالا بستگی داره که خود ربات همستر به چه اساسی بیاد این توکن ها رو به ما بده، آیا مثلا پروفیت رو مد نظر قرار میده یا سکه ها رو. و حتما یادتون باشه که از بخش ایردراپ اینجا ولتتون رو به ربات همستر کمبت متصل کنید که خیلی راحت بتونید سکه های خودتون رو بفروشید. همونطور که الان توی لپتاپ میبینید توی سایت کوکوین هستیم و این صفحه مربوط به ربات همستر کمبت هستش. همونطور که میبینید یه نوت برامون اینجا گذاشته که هنوز این ایردراپ به صورت رسمی لیست نشده توی کوکوین و قرار این اتفاق فردا بیفته. پایینتر که میایم میبینیم یه سری اطلاعات در مورد همستر کمبت گذاشته با نام اختصاری HAM و پایینتر که میایم میبینید که این قسمت قیمتاش رو میذاره و به دلار و یورو و بقیه واحد پولها این قیمت رو میذاره. حالا فعلا چون به صورت رسمی لیست نشده هیچ قیمتی اینجا ثبت نشده و با اطلاعاتی که من دارم میدونم که هنوز مشخص نیستش که چقدر پروفیت مهمه و چقدر سکه مهمه. پس تا میتونید بین این دوتا مورد یه تعادلی رو برقرار کنید که وقتی که پروفیت مهم بود شما ضرری نبینید و حتی اگه سکه هم مهم بود شما ضرری نبینید و سعی کنید که کارت هایی که مهم هستن و کارت هایی که پروفیت زیادی بهتون میدن اونا رو سعی کنید آپگرید کنید. وقتی توی قسمت ماین میایم این بخش اسپیشیالز معمولاً کارت های خیلی خوبی داره. مثلا این کارتمون با 1 میلیون خورده‌ای سکه‌ای که ما میتونیم خرج کنیم نزدیک به 5700 تا روی پروفیت ما اضافه میکنه. پس سعی کنید کارتایی که توی بخش اسپیشیالز هست رو برید و آپگرید کنید، مخصوصا این کارتی که این پایین هست. به ازای 153,000 تا سکه به ما نزدیک 2700 تا پروفیت میده. یه نکته هم که باید در مورد فروش همسترهاتون بهتون بگم اینه که دقت کنید به این چارت. این چارت نات کوین هستش، دقیقاً کوینی که قبل از همستر اومد و الان هم توی صرافی بایننس لیست شده و شما راحت میتونید خرید و فروش کنید. اگه دقت کنید اوایل که این کوین وارد بایننس شد خیلی قیمت جالبی نداشت و اون جامپ زدنه رو نداشت. بعد از یک مدت اومد یهو یه جامپی زد و حالا قیمتش الان پایینتر شده ولی بازم نسبت به قیمت‌های اولیه جامپ خودش رو زده. از این چه نتیجه‌ای میتونیم بگیریم؟ میتونیم نتیجه بگیریم که شما میخواید همستراتون رو بفروشید، همون اول کار سعی کنید این کار رو انجام ندید و یه مدت صبر کنید تا مثل نات کوین به یه جامپی برسه و بعدش بتونید به قیمت خوبی توکن های همسترتون رو به فروش بذارید. در واقع این همون داستان عرضه و تقاضاست. الان وقتی که برای فروش گذاشته میشه همستر یا همین نات کوین، عرضه خیلی بیشتر از تقاضاست و وقتی که جلوتر میایم این دو مورد به یه حالت تعادلی میرسه که باعث میشه قیمت ثابت و قیمت بهتری داشته باشه توی صرافی های بایننس. و حتما اگر میخواید توکن های همسترتون رو بفروشید لطفاً توی گروه ها یا جاهایی که غیر رسمی هستن نفروشید و سعی کنید که در صرافی های معتبر مثل بیت پی، مثل نوبیتکس یا صرافی های خیلی معتبر میتونید توی گوگل بزنید و من چند تاشم توی دیسکریپشن براتون میذارم که داشته باشید. حتما سعی کنید توی این صرافی ها بفروشید که کلاهبرداری ازتون انجام نشه، چون موقعی که نات کوین برای فروش گذاشته شد و لیست شد توی گروه ها
می اومدن چندین برابر قیمت میدادن و مردم وسوسه میشدن و میرفتن میفروختن و کلاهبرداری ازشون میشد. پس از این موضوع درس بگیرید و سعی کنید که همسترهای خودتون رو توی صرافی‌های ایرانی خیلی معتبر به فروش بذارید و حتما بعد از اینکه همستر برای فروش گذاشته شد و داخل صرافی‌ها لیست شد، من یه ویدیو میذارم 0 تا 100 که چجوری بتونید همسترهای خودتون رو کاملا قانونی و حرفه‌ای توی وبسایت‌های ایرانی بتونید بفروشید. پس حتما کانال رو سابسکرایب داشته باشید تا اون ویدیو رو هم بتونید ببینید. حالا علاوه بر همستر کمبت، اگر تپ سواب هم دنبال کرده باشید، خود صرافی بایننس اومده و یه خبری رو کار کرده که مردم رو آماده سازی کرده برای 1 جولای که ربات تپ سواب هم تو تاریخ 1 جولای که میشه تقریبا 20 روز دیگه روی صرافی بایننس به صورت رسمی قرار لیست بشه. پس شما اگر هم تمرکزتون رو روی همستر کمبت گذاشتید، میتونید تو این 20 روز برید تپ سواب هم اکانتش رو درست کنید برای خودتون و کوین جمع کنید تا تقریبا 20 روز دیگه که صرافی بایننس این کوین رو هم لیست بکنه و بتونید از این هم درآمدزایی داشته باشید. البته تپ سواب مثل همستر کمبت خیلی آپشنای زیادی برای اضافه کردن کوین هاتون نداره و معمولا باید با کلیک کردن یا همون تپ کردن بتونید سکه های این ربات رو به دست بیارید. و این نکته رو هم حتما در نظر داشته باشید که این قیمت هایی که الان به صورت شایعه داره میاد بیرون، اصلا به اینا توجه نکنید و بذارید خود همستر کمبت و تپ سواب اول بیان توی صرافی‌های مثل بایننس یا همین کوکوین تا به صورت رسمی مشخص بشه که قیمت اینا به دلار چنده. حالا به دلار که مشخص شد، شما میتونید خیلی راحت حساب کنید ببینید که به تومان خودمون چقدر در میاد و گول کسایی که میخوان با قیمت بالاتر از شما اینا رو بخرن رو نخورید و سعی کنید تا چند روز دیگه که قرار این دوتا کوین لیست بشه و سعی کنید اون 5 میلیون سکه که هر روز مشخص میکنه کارتاش رو حتما سعی کنید اونا رو بگیرید. جوایز روزانه رو حتما سعی کنید بگیرید و کد مورس هم سعی کنید بگیرید. من همه کارتا و کد مورس رو روی صفحه براتون قرار میدم و اینا همونطور که میدونید 1 روز اعتبار دارن و تا آخر امشب اعتبار دارن و میتونید ازشون استفاده کنید. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و اگه سوالی داشتید داخل کامنت ها ازم بپرسید. گفتم که صرافی هارم داخل دیسکریپشن براتون میذارم و سعی کنید کوین هاتون رو جمع کنید تا این دوتا کوین به صورت رسمی لیست بشن و بعد از اون با صرافی‌های ایرانی بتونید راحت اینا رو بفروشید.